9 روز قبل از سالروز به قتل رسیدن مهسا امینی توسط پلیس جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای ملت کبیر ایران را به همصدایی و اتحاد در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی دعوت کردند. نسیم بهروز از حزب ایران نوین را به این بهانه به برنامه وضعیت قرمز دعوت کردم. خانم‌ها و آقایان، مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز نسیم بهروز است. برنامه‌ای که همکنون تماشا می‌کنید وضعیت قرمز است. نسیم بهروز، نظر در مورد بیانیه‌ای که شاهزاده رضا پهلوی داد چیه؟ بگو که بریم سراغ مابقی سوالاتی که ازت دارم. ما در آستانه سالگرد مهسا امینی هستیم. قبل از اینکه شروع کنم اول اجازه میخوام که گرامی بدارم یاد و خاطره جانباختگان راه میهن در سال گذشته رو. نخستین اون دختر ایران مهسا امینی بود و آخرین اون متاسفانه ما همین در هفته گذشته خبر جانباختن یکی از دیگر از جوانان بهترین جوانان مون رو که در چنگال و در زندان رژیم جمهوری اسلامی بود، جواد روحی رو داشتیم. نامشون گرامی و راهشون پررهرو. درباره پیام شاهزاده رضا پهلوی، پیامی که دیروز 16 شهریور ماه داشتن، خب پس همونطور که انتظار میرفت در مدت کوتاهی پس از انتشار این پیام ما شاهد بازدید میلیونی بودیم. میلیون ها ایرانی پیام رو دیدن، خوندن، دیدن و شنیدن و طبق معمول فضای سیاسی رو به شدت تحت شعاع قرار داد. نه فقط حالا در خبرگزاری ها منظورم باشه یا در توییتر و اینستاگرام، ما امروز تصاویر رو داشتیم از دیوار نوشته ها و دست نوشته ها از اهواز، از بلوچستان در تایید شعاری که شاهزاده رضا پهلوی پیشنهاد داده بودن و در تایید و در همراهی و حمایت از اون پیامی که شاهزاده رضا پهلوی داشتن دیروز از دورترین نقطه ایران، از بلوچستان، از اهواز، از جاهای مختلف. ما دیدیم که مردم در آستانه 25 شهریور به حمایت از این پیام برخاستن در داخل و خارج ایران. خب نکات برجسته و مهم زیادی داشت پیام شاهزاده رضا پهلوی. چند نکته نظر منو جلب کرد. در اولی که در خط اول پیام ایشون شاهزاده از 2 واژه آگاهی و درک استفاده کردن و خب من وقتی که به همین جاویدنامانی که داشتم بهشون اشاره می‌کردم، به اون چیزی که از خودشون به جا گذاشتن رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که با وجود سن کمی که اکثرشون داشتن، چگونه اون محور وجودیشون از جنس آگاهی بوده. و من پیشتر در ماه گذشته در یک سخنرانی هم انقلاب ملی ایران رو انقلاب آگاهی نامیدم و اون رو دونستم، چون که برخلاف اون چیزی که در 57 رخ داد که یک انقلاب کور بود، بر پایه هیجان بود، بر پایه برانگیختن احساسات دینی بود، اصلا کلا بر پایه برانگیختن احساسات بود، در راستای تبلیغ ایدئولوژی‌های ضد انسان بود و شبه روشنفکرایی که پر از توهم بودن اون رو هدایت می‌کردن. این بار انقلاب ایران، رستاخیزی که ما در ایران شاهدش هستیم، یک انقلاب ملیه که بر اساس علاقه‌مندی به تاریخ و هویت داره توسط مردم شکل میگیره. بسیار کانشس. هواداران خمینی خب کورکورانه دنبالش رفتن، اما ما هواداران شاهزاده رضا پهلوی که رهبر انقلاب ملی هست رو و از نظر من پادشاهی خواه پادشاه هست رو ما میبینیم که در تعامل منطقی و بر اساس فکر و اندیشه با حامیان خودشون و مردم ایران هستن. شاهزاده رضا پهلوی از یک درک مشترک، از نقاط درک مشترک صحبت کردن که از دید من از جنس شناخت و معرفت مردم از وضعیت موجود و اون رو ببینیم که چطور به قشنگی با ریشه های گذشتهشون پیوند میزنن. نکته دیگه ای که نظر من رو جلب کردیم بودش که شاهزاده در قامت همونطور که گفتم یک رهبر ملی، یک پادشاه خردمند، همه اقشار جامعه رو مورد خطاب قرار داد. کارگر، کارمند، دانشجو، استاد، نظامیان، فعالین مدنی، ورزشکارا، بازنشسته ها که من اینجا میخوام تو پرانتز بگم که واقعا چقدر از عملکردشون ناراضی هستم. خوشحالم که در برنامه تو این اجازه رو دارم که اینطوری صریح صحبت کنم، در حالی که ما بهترین جوانهای مملکت رو سال پیش از دست دادیم که سنشون نه تنها به انقلاب، به اصلاحات هم نمیرسید. ما همچنان بازنشسته ها رو میبینیم که در تظاهرات فقط خواهان حق و حقوقشون هستن، در حالی که انتظار میره که به صف این جوانها بپیوندن و در کنارشون باشن، در هم قدم با اونها باشن. به شاهزاده رضا پهلوی به دینداران اشاره
کرد و اشاره خیلی به جایی که اونها هم به خاطر اون شرایطی که جمهوری اسلامی به این 14 براشون رقم زده آسایش ندارن. ما میبینیم که الان یک موج راه افتاده که چطور کسی که چادر میپوشه در ایران مورد شیمینگ قرار میگیره. خب اینا همه دستاوردهای جمهوری اسلامیه و شاهزاده رضا پهلوی شهروندان ایران رو در یک زندانی که متاسفانه وطنشون هست تجسم کردن و این دقیقا یک تعبیر درستیه. شما وقتی که الان به هر خارجی به هر غیر ایرانی شما بگین که برای یک حکومتی برای تنبیه شهروندان ما اونها رو ممنوع خروج میکنه، اسم این وطن چیه؟ قطعا اسم اون رو زندان میذاره. نکته دیگه ای که اشاره کردن این بودش که در بخش بعدی طبق معمول اون چیزی که در 14 گذشته ما از شاهزاده رضا پهلوی دیدیم به ارائه راهکار میپردازن. یعنی من میخوام اینجا مثلا به کتاب ایشون که در سال 2002 کتاب نسیمین دگرگونی توسط ایشون تالیف شده اشاره کنم و شنوندگان این برنامه بینندگان رو دعوت کنم که به این سخنان شاهزاده رضا پهلوی رجوع کنن. در فصل 8 این کتاب شاهزاده رضا پهلوی از سناریوی محتملی که منجر به سقوط رژیم میشه به تفصیل و به ریز اشاره کرده و همچنان هم ما میبینیم که این این رهبر ملی چنانچه همیشه نظریاتش بر پایه فکر و استدلال و دانش و خرد بوده، می‌بینید که ما از بسیار سعادتمند هستیم که از وجود کسی بهره مند هستیم که این راه مبارزه رو بسیار روشن میدونه و سالها داشته اون رو بسط میداده و برای مردم تبیین میکرده. شاهزاده رضا پهلوی به درستی در این پیامشون این درد رو دارای ابعاد ملی دونستن. این واژه خیلی پیام مهمی در دل، این عبارت خیلی پیام مهمی در دل خودش داره، به خاطر اینکه درد ایران امروز درد زنان نیست، درد اقلیت‌های دینی نیست، درد فقط ترک و کرد و بلوچ و خوزستانی نیست، درد دریاچه ارومیه یا زاینده رود اصفهان که در حال خشک شده نیست، درد کل ایرانه، درد یک میهنه و درمانش هم از تقویت روحیه ملیگرایی و نگاه ملی میگذره، همونطور که شاهزاده رضا پهلوی اشاره کردن که درمانش هم ملی هست. اگه خاطرتون باشه در 26 خرداد ماه که سالگرد زادروز جاویدنام مجید رضا رهنورد هست، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی از مردم خواستن یک کارزار 3 ماهه‌ای رو استارت بزنن که از 26 خرداد ماه بود تا 25 شهریور که مصادف بود با قتل حکومتی مهسا امینی. این به نظر من خیلی یک حرکت حساب شده‌ای بود که در واقع افراد ایرانی‌ها رو چه در داخل ایران چه در خارج کشور ترغیب می‌کرد که زمینه‌های فکری و عملی رو چه در داخل ایران مجدداً چه در خارج برای موج جدید انقلاب آماده کنن و دیدیم که در پیام دیروزشون شاهزاده رضا پهلوی نوید این یک آغاز موج جدیدی از انقلاب رو دادن. شاهزاده مردم ایران رو ملتی سرافراز خطاب کردن و ازشون خواستن که بگن ما ملت کبیریم. این خیلی نکته مهمیه. چرا؟ چون که من مثلا در منابع که به مباحث لیدرشپ میگذره خیلی من این رو دیدم که از خصوصیات رهبران بزرگ، حالا چه در ارگانیزیشن ها چه در سازمان ها چه در رهبران بزرگ که در تاریخ بودن مثل گاندی مثل ماندلا، همیشه اشاره شده که این رهبران یکی از مهمترین کاری که میکردن این بوده که روحیه همبستگی، اون انگیزه رو در افراد در حامیانشون تقویت کنن، سعی کنن که قدرت و توانایی اون افرادی که پیروشون هستن رو در اونها بهشون دائم یادآوری کنن و اون رو درشون تقویت کنن. شاهزاده رضا پهلوی نه امروز نه در طی سال گذشته بلکه سالهاست، بلکه زمانی که از هشتگ قدرت مردم متحد استفاده کردن به مردم گفتن که دست شما اگر چنانچه با هم متحد بشیم بالاترین دسته. فرق نمیکنه توی کاخ سفید یک رئیس جمهور نشسته باشه که بیاد و با فریب فقط با جملات کلیشه‌ای از خیزش مردم ایران حمایت کنه و ناگهان میلیون ها دلار پول به حساب جمهوری اسلامی سرازیر کنه، یا اینکه یک کسی باشه مثل پرزیدنت ترامپ که در 98 تقریبا تنها فردی در رهبر جهان بود که اومد در توییت فارسی از مردم حمایتش رو اعلام کرد. هیچ فرقی نمیکنه.
میکنه. اگر مردم قدرت خودشون باور داشته باشن، فرق نمیکنه کی در کاخ سفید باشه، فرق نمیکنه چقدر جمهوری اسلامی کشت و کشتار انجام بده، چقدر زندانیشون کنه، چقدر شکنجهشون کنه. مگه در سالهای پیش تونست این راهکارشون جواب بده؟ در 88 مگه کم کشتن؟ در سال 96 در 98 ما چه فجایعی رو در نیزار شاهد بودیم. ماها پس از اون پیکر جانباخته هایی رو پیدا میکردن، با دست بسته از روی سدها بیرون می آوردن. در یک به روایتی در یک هفته 1500 نفر رو کشتن. مگه اینها تونست جواب بده؟ چنانچه مردم به این قدرت خودشون ایمان داشته باشن و شاهزاده رضا پهلوی هم میبینیم که دائم این رو به مردم یادآوری میکنه، دستشون بالاترین دسته.